وزیر صحت عامه افغانستان آمده در تلویزیون تلونیز میگه 16 میلیون نفوسه مرض کرونا میگیره و 1,10,000 نفرش 100% میمرن. معلوم نیست که کی میمره. 300,000 نفرش اینطور میشه و 400,000 نفرش تو خب شفاخانه هم داری. یک دونه شفاخانه وزیر اکبرخان داری، اتاق با اتاقش قد بوی است که موقع میفهمی. یک دونه شفاخانه 400 بستر داری، دوا یافت نمیشه که دویج مریض بخوره. یک دونه شفاخانه جمهوریت داری، دویج زیر هر چه پرکتش برو که 6 تا موش خواست. تو یک وزیر آدم، تو یک کلان آدم بسته مردم افغانستان اکلش پریشان میسازی، جگرخون میسازی. فکر کنی نمیگه بیخی گپ حقیقی و واقعی. تو یک وزیر آدم، یک کلان آدم می پیش از تابال 42 نفر نگرفته کل مردم جگرخون میسازی، اشت میسازی، اشپرک میسازی. کل او مردم خب فکر مردم خراب میشه. 16 میلیون نفوس میگیره و چطور میشه، قیمتی چطور میشه، نان چطور میشه، او چطور میشه، ای کورگی چطور میشه، ای در کجا قدر مردم بستر شوه و در کجا از کجا دوا بخورن و از کجا امکانات بگیرن. به هزاران رقم فکر مردم خراب میسازی، مشخوش میسازی. به هزاران رقم چرت و فکر در سر مردم تو میاری. باز تو یک وزیر آدم، کلان آدم، بالا پشت میسشتی باز پوزخندم میکنی. دوام سنه که میگه 1,10,000 نفر میمره باز پوزخند میکنی. به خاطر که 1,10,000 نفر افغانی هموطن مسلمان کلمه گوی میمره باز تو پوزخند میکنی. تو یک وزیر والا بیخی جای چی بگویم دیگه، در ایران ماندیم که چی بگویم دیگه، بیخی دیگه ایران ماندیم. همیگه بیخی حقیقت واقعی. تو همیت مردم وار خطا میسازی، همیت مردم پریشان میسازی. تو یوازه که منایس یک وزیر صحت عامه افغانستان که چشم امید مردم اول به خداست، دوم به شماست. تو به مردم بگی که هیچ گپی نیست، به توکل خدا مهربان است. اینی کارای را ما شما را میگم، اینی کارا را بکنی، دستایتان بشه، اینی طور بکنی، اونی طور بکنی، دست امروز کسی نتی، همو اعلاناتایی که چند روز میشه میکنی دیگه. به توکل خدا که ما امروز مبارزه میکنیم، هیچ گپی نیست. تو میگی خودت یک وزیر آدم کلا گیره وار خطا میسازی، کل مردم واش پرک میسازی که مردم نمیال 1000 رقم بعد نیم ساعته که توی نمیگه پزدی به 1000 رقم چرت و فکر در سر مردم است که چطور میشه، ای قیمتی چطور میشه، ای خوراکه و پوشاکه چطور میشه، ای در کجا یا بستر میشن. تو خود شفاخانه هم نداری، 5 سال وزیر بدی، اما شفاخانه را که تو در مشار کابل ساختی، اما شفاخانه کدام شفاخانه بوده؟ شفاخانه جمهوریت هم چینایی ها ساختین. دیگه من ایسا یک فرد میک جامعه، من ایسا یک شهروند می کشور برات میگم، تو یک وزیر هستی برات زیبنده نیست که گپ دیگه ایچ اصلا برات نمیزیبه، با مکاتایت نمیزیبه که تو را یاد دادین و با تو زنگ زدین و باز تو بیایی تو یک گپ در پشت تلویزیون تلونیز برای یک جای بگویی. خوش هستی دیگه. 16 میلیون نفوس افغانستان مرض کرونا 1000% میگیره، باز تو پوزخندت هم میکنه، پوزخندت آمد باز اوج یک رقم در مثلا که میگه 1,10,000 نفر میمره باز پوزخندت میه. شرم میه و مو کسایی که شما را که وزیر ساخته. توبه کردیم، بد کردیم، خدا توبه کردیم. های دیگه چی بگیم دیگه، افسوس دیگه چیزی نمیگم دیگه. دوستان بطنو اینی وزیر صحت عامه افغانستان تان سعی کنید پشت تلویزیون تلونیز، خبرهای تلونیز هر دقیقه سعی کنید چی میگه وزیر صحت عامه افغانستان. میگه که 16 میلیونت با مرض کرونا مبتلا میشه، 1,10,000 نفرت میمره و 300,000 نفرت باید مراقبت های جدی شوه. خوب امکانات شفاخانه و کل چیز دمیا دارن. یک دونه شفاخانه گنده دارن، دو فامید نمیال پیش از پیش مریضای 16 رقم مریض زخمی و لاشل لنگ پرست. بازیا من پوزخندم میکنن، مردم وار خطا میسازن، پریشان میسازن. تمام مردم افغانستان نمیال تو پریشان ساختی، تمام مردم افغانستان فکرش خراب ساختی، تمام مردم افغانستان نمیالش برعکس ساختی. تو کسایی که در افغانستان زندگی میکنن این بسیار گپ مهم است، یک گپ جدی است، یک گپ سرسرکی نیست. یک وزیر افغانستان، یک وزیر یک کشور در ساعت آمش میگه 16 میلیون نفوس افغانستان 100% به مرض کرونا آغشته میشن و 1,10,000 نفر از این 100% میمرن. باز پوزخندت هم میدم وقتی که میگه 1,10,000 نفر میمرن.
برات ما میگم که برات زیبنده نیست، برای یک وزیر زیبنده نیست تو گپا که در پشت میدیا و در پشت تلویزیون فکر کو که نمی بیخی بده 16 میلیون نه 20 میلیون با 32 میلیون جنبندی هم میکنی. همه 20 میلیون نفوس افغانستان فکر کو که مرض کرونا گرفت. برات زیبنده نیست که توی گپ پیش از پیش بی بزنی. تو به نوز بالله شما کدام پیغمبر نیستی؟ کی هستی شما؟ سازمان جهانت کسی به تو زنگ زده؟ یک کفر است. یک کفر به در آمده برای توی گپ زده باست. می تمام مؤمن مسلمان، تمام افغانیای تمام شهروندان را به در جگرخون میسازی و شپرک میسازی و پریشان میسازی که از نمیال مردم دیگه کلش خودم مرده حساب کنن. چندان وزیر نبودی، مگم در وعده آخر دیدیمت که چندان وزیر نبودی. برای دوستا وطندارا جانتان جور سلامت باشه، زنده باشه. تلونیزه ببینی سعی کنی یک وزیرتان چی میگه. آیا میگه زیبنده یک وزیر است؟ عوض که به رویه بتیتان دل بتیتان اون میگه کلتان میگه کلتان میمرید میروزا باز پس خندم میکنه.